افسردگی چیست؟ افسردگی حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی و می‌تواند بر افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد. افراد افسرده می‌توانند احساس ناراحتی، اضطراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی، بی‌ارزشی، شرمساری یا بیقراری داشته باشند. ممکن است آنها اشتیاق خود را در انجام فعالیت‌هایی که زمانی برایشان لذت بخش بوده از دست بدهند، نسبت به غذا بی‌میل و کم اشتها شوند، تمرکز خود را از دست بدهند، در به خاطر سپردن جزئیات تصمیم‌گیری دچار مشکل شوند، در روابط خود به مشکل بربخورند و به خودکشی فکر کردند. دست و پنجه نرم کردن ناخواسته بود. فقط میخواستم یه راهی پیدا کنم که ازش دور شم. میخوابیدم، یوتیوب میدیدم، میخوابیدم، یوتیوب میدیدم. هر کاری میکردم که ازش دور شم، ولی هیچ راهی پیدا نمیشد. Seek help, get help if you can. I didn't start painting miniatures to combat depression. It's also easy to get started by buying a miniature like and a few paints and a brush. And even local communities, frankly, you can be a part of and feel a sense of belonging. مثل سگ گوشنمه، میلاد گفت. منم همینطور، من گفتم. توی آرت گالری ژاپن هی من اونور نگاه میکردم، با دقت به مجسمه‌ها نگاه میکردم، به راگ روی زمین، به میز، به بشقابا، به همه چی. سعی میکردم دنبال ایده باشم. فضای خالی، چای، نقاشی. زندگی که همیشه سخت بوده، ولی خب چه میشه گفت؟ باید یه سری کارا انجام بدی، باید خرج کنی، باید زندگی کنی. منظورم از خرج کردن فقط این نیست که بخوای پول خرج کنی، فقط بخوای چیزی بخری. چرا؟ اونم جزو اون دسته قرار میگیره، ولی میتونی تو عشق خرج کنی، میتونی تو علاقت رو خرج کنی، میتونی هنرت رو خرج کنی، میتونی خلاقیت تو خرج کنی، میتونی هر چیزی که به ذهنت بیاد خرج کنی، محبت خرج کنی، هر چی بلا 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 بلا. ولی صرفا همه چیز پول نیست و خب یه جایی هم پیش میاد که باید حوصلت رو خرج کنی. هنوز تمام نشده. به نظر همه چی داشت خوب پیش میرفت. هوا خوب، دما خوب، خودم خوب، شاد خوب، خودم خوشتیپ، عینک قشنگ، لباسم رو درست کردم، پایین رو نگاه کردم، پالت رو دیدم، شروع کردم به رنگ گذاری کردن، سفید، زرد، اوج تا قهوه‌ای. همه چی داشت خوب پیش میرفت. اما آقا باد زد نقاشی اونو داغون کارمونو داغون کرد. خب بارون زد، کنسل شد، میریم داخل. درسته که رفتیم داخل، ولی نو آیدیاتر از همیشه کوین بود. انگار تا حالا رنگ ندیده بودم، انگار تا حالا قلمو ندیده بودم، فقط داشتم به بوم نگاه میکردم، یه بوم سفید. هیچ ایده‌ای نداشتم که باید چیکار کنم، ولی دست به کار شدم. نباید اینجا جا میزدم. هر چیزی که بلد بودم و باید رو میکردم، باید روی خودم رو کم کنم. خودم گفتم انگاری که دستی دستی به خودم میبازم، ولی باید خرج کنم، باید خلاقیت خرج کنم، باید حوصله 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 خرج کنم.
توی کشتی من دیگه برنده داره مشخص میشه. یا منم یا منم. کوین گفت. توی مسابقه من داشتن خوب می‌جنگیدن. 2 تا من چغر بدبدل. یکی سعی می‌کرد منو بلند کنه و یکی سعی می‌کرد منو بنشونه. توی مسابقه هر کی زورش بیشتر بود بیشتر میچربید. بالاخره که با هم میچربیدم و یه جا زورمو به خودم نشون میدادم و قلبی میرفتم جلو و برنده میشدم. مسیر اونقدرام که فکر میکردم هموار نبود. بعد از این به چیز بهتر تبدیل میشدم. حداقل این چیه خدایا این چیه؟ و خب مغز وقتی دستور میده یعنی مغز میخواد، پس باید انجامش بدم. با هر خبط و خطایی که بود کارو پیش بردم. خودم راضیم. خیلی راضی بودم. انگار که دنیا رو بهم داده بودن. قشنگه؟ چی شد اینو کشیدی؟ روزمره، افسردگی، شاید هم میذاره امید، ولی دوستش دارم.